إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. آیه 41 سوره یونس. در آیات قبلی هم الله متعال حالات کفار ذکر کرده بود که اینطور کتابی که تصدیق برای کتابای سابقه بود، تفصیل کتاب بود و هیچ نوع شک و شبهه در این کتاب موجود نبود، ساخته شده کسی نبود، از جانب الله متعال بود. با وصفی که خودی مردم هم در مقابل قرآن چیزی را پیش کرده نمیتونه، اما باز هم دی تأمل نمیکنه، بجای از اینکه ایمان بیاره دعوت قرآن بپذیره، نعوذ بالله راه خلاف قرآن دا پیش میگیره. با وصفی که پیغمبر علیه السلام به کمال شفقت و دلسوزی یاره دعوت به قرآن میده، اما این مردم قبول نمیکنه. در اینجا الله متعال راه دیگری را برای پیغمبر علیه السلام تعلیم میده. زمانی که با مردمای لجوج و عنادی روبرو میشی، باید راه خود ترک بکنی، اصرار نورزی که حتما یا ایمان بیاره، چرا یا حقیقت امر دانسته اما نه ایمان آوردنشان از روی ضد و عناد است، چون یا ضدی و عنادی است و اینطور اعلان در حقیقت یک ضربه قوی در پیکر این مردم میشه. علتش است که مردم از سابق یک نوع طمع داره که شاید ما پافشاری کنیم یا بعضی تهدیدا و گپا زورگویا و تبلیغات کنیم، پیغمبر علیه السلام از تبلیغات ما متاثر شده دستوردار شو از این دعوت خود. اما زمانی که پیغمبر برش اعلان میکنه که ما عمل خودم میکنم شما عمل خودتانه، معنای از این داره که اگه خود پاره پاره کنیم از این دعوت خود باز نمیستم، هر کدام عمل کرده میریم، شما عمل خود ما عمل خود، عمل ما به خاطر رضای الله برای تنویر اذهان مردم از خرافات و بدعات و شرک و کفر است و عمل شما بازداشتن مردم از راه الله متعال است. بعد از میبینیم که نتیجه عمل ما و شما چقدر با هم تفاوت داره و چه قسم میایه. اینی جست که مردم میگه آب سرد در سر آتش از آتش امید از انداختن است که یک دم اونمو امیدی که داشت که پیغمبر شاید از دعوت باز استاد شوه، توسط این اعلان و دیگه چی میشه؟ مایوس میشه که پیغمبر اعلان کردنی نیست حرکت خدا. یکی از جمله راههای دعوت امیسته که زمان با کسی که خیلی زیاد ضدی و عنادی است و خیلی اصرار داره سری تو علیه تو تبلیغات میکنه، نمیگذارته، در جای بحث و بیان میکنه، فقط برش بگو من قطع سر کار ندارم، هرچی که شما میکنه بکنه، لیکن من کاری خدا پیش برده رایستم. با یک طایفه که در کابل امرای ما درگیر بودن ورق میکشیدن که ما شکست دادیم، در فلان جای مناظره کردیم، هر روز پوشتر چاپ میکرد، هر جای نصب میکرد، ما هیچ اعتنا برش ندادیم، نه پوشتر چاپ کردیم در مقابلش، نه ورق، نه هیچ چیزام. ما گفتیم نه توری مناظره نمیکنیم سری مسائل فروعی خصوصا اسقاط و گپایش، تو برو از قبر طلب که ما از الله طلب میکنیم، تو در مردید 5 ساعت اسقاط که ما نمیکنیم، کاری تخلاص کرده. بله در مورد عقیده باز که مناظره میکنیم، اینطور عادی مناظره نه که کل شبکه ها موجود باشه، تضمین از یک جانب شوه، علمای برجسته وطن سالس باشه، بعد از او باز مناظره میکنیم. مناظره با شرط است، اگر ما بای دادیم خلاص دیگه دستای پیر شما را بوسه کده میریم مرید میشیم، اگر نه که شما بای دادی باز دیگه تقلید اوسو پرتی بیاید دیگه تابع قرآن و سنت شوی. اینی شرایط ماست. الحمدلله دیگه کسی برابر نمیشه. ما برش گفتیم که ما ترجمه خود ادامه میدیم، اگر گپی ما عمل ما حق نباشه در لاسپیکرها ثبت نمیشه، هر جای اعلان نشر نمیکنیم. اگر کار شما حق است از تاکو برای بیرون برای مردم یک دفعه هوهوی تانه بگوید در تلویزیون نشر کنه که دمو شو به میلیون ها مردم سرتان لعنت بگوید که عبادت الله را بدنام کرده. این گپا کلش واضح است، همین اعلان از ما است. و این کذبوک اگر تکذیب تو را میکنه پیغمبر علیه السلام، هیچ غمش نکو، تسلی میده برای پیغمبر علیه السلام. فقل برشان بگو، یعنی اعلانی براعت بکو برشان، لی عملی برای ما عملی ماست،
یعنی من خود دعوت به حق میدم، پاداشی ازی بدل و عوض یزیر الله برم داده نیست. هر لحظه ما تو رضای نمیشه، چرا که من همیشه دعوت به سوی حق میدم دیگه. چقدر خوب. ولکم عملکم، برای شما عمل شماست که انکار کردن از توحید است، انکار کردن از دین حق است، پاداشش میبینه. انتم بریئون مما عملو، شما خلاص هستی، بیزار هستی از آن چیزی که من انجام میدم. هیچ وقت شما تابع عملی من نمیشه، طرف منهج ما شما نمیه. و انا بریء مما تعملون، من بیزار هستم، خلاص هستم از آن چیزی که شما میکنی. قطعا رابطه تعلقی ما با هم قطع است. اولی ببینیم که نتیجه چی مرتب میشه. و منهم ما یستمعون الیک، بعضی از یا کسانی است که گوش میگیره به سوی توی پیغمبر علیه السلام به شنیدن کلامت. افا انت تسمع الصم، آیا تو شنونده میتونی کره؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچه عقل هم بصیرت هم نداشته باشه. و منهم بعضی از یا من ینظر الیک، میبینه طرف تو. افا انت تهدی العمی، آیا تو هدایت کرده میتونی آدمی کوره؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچه او بصیرت نداره نمیبینه برای درک و فهم خود. آیت جالب به خاطر عزیز که حقیقت شنیدن گپ و همچنان دیدن رای حق که انسان از او استفاده کرده میتونه. در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک تعداد مردم می آمد اما و میشنید کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کلام پیغمبر در این شکی نیست که از زبان مبارک پیغمبر است و کلام الله متعال است. وقتی کلام الله باشه و از زبان مبارک پیغمبر باشه، شکی در این نیست که تاثیر از این سخت قوی است، خیلی زیاد تاثیر داره. اما تنها تاثیر کلام کفایت نمیکنه تا وقتی که در مخاطب قلب باز نداشته باشه، دروازه های قلب مخاطب اعلان نباشه برای پذیرفتن این کلام. از او خاطر در مجموعه درس یک استاد شاگردا دو قسم می باشه. یکی او شاگرد است که بسیار تشنه شنیدن گپ است، با کمال میل و رغبت گوش گرفته و عقیده داره که این گپ حق ما باید به دل جا بدم و تفکر سرش بکنم. این آدم از این مجلس بسیار استفاده عظیم میکنه و یقینا درس در قلبش میشینه. از امو خاطر است اگر باز تکرار هم نکنه، یک روز که قرآن پس میکنه تلاوت میکنه، امی گپا در زیرش یکه آمده رایست. یکی کسی است که در مجلس آمده اما با چیسته به نیت انتقاد آمده، تلاش میکنه دیگه گپا رو نمیشنه، فقط امو گپی را که او میتونه انتقاد بکنه زودی که دونمو گپ میگیره. پس او از این طور مجالس گاهی هم استفاده کرده نمیتونه. از همون خاطری گپ ما پیش گفته بودیم تنها فاعلیت فاعل مؤثر نیست تا که قابل قبولیت نداشته باشه. باران ما گفته بودیم که تاثیر در چی داره؟ در سبز کردن گیاها داره، اما زمین قابلیت رویانیدن نداشته باشه، تلخ نباشه، شور نباشه، از او خاطر وقت گیاه دش میرویه. این جمع کلام الله متعال مؤثر است. در اینجا تسلی به پیغمبر علیه السلام هم میده که یا رسول الله، زمانی که یک تعداد مردم گپی تو را قبول نمیکنه با وصفی که با کمال دلسوزی، یعنی تمام شرایط دعوت در تو پوره است اما بازم نمیپذیره، خفه نشوی، به خاطری که اینطور فکر نکنی که نقصان یا خلل در دعوت توست، بلکه اینجا دعوت تو کامل است، نقصان و خلل در شنونده است. شنونده به نیتی طلب حق نامده، امی شنیدن گپ برای طلب حق نمیکنه، بلکه به خاطر انتقاد، به خاطر از اینکه یک خورده را پیدا کنه که سر تو چی کنه؟ انتقاد بگیره و او را در بین مردم شایع کنه. شما ببینید در بین گپای ما اینقدر تبلیغات علیه میشه. مولوی صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله، ما ان شاء الله که شما اینقدر مدت قطمه هستی، امام ابو حنیفه رحمه الله یا هر عالم گذشته ما قابل قدر ماست، نوری چشم ماست، زحمت کشیده، الله پاداش عظیم برشان نصیب بکنه. ان شاء الله بدون کلمه رحمه الله یاد نکردیم. اما این مردم چی تبلیغاتی میکنه؟ تبلیغات میکنه. مولوی صاحب میگه که بچه ثابت کدام مرتبه از ما شنیده؟ خب الحمدلله که روی از همیشه در هر مجلس همیشه اینه بزرگا خطیبای بزرگی ما این نقلی قول کرده بودن. خب الحمدلله در مجلس یک کسی مرا گفت که مولوی صاحب دایی عبدالله اعظم شما امام ابو حنیفه رحمه الله را توهین میکنین. ما گفتم حاشا و کلا قطعا گپا نیست. گفت نه، میگه که چی بچه ثابت. من فهمیدم که اصلی مقصد به ورد اعتراض ما هستم، دیگه استازا نیست، دیگه استازا را کس چی نمیکنه. ما برش گفتم که اگر از پیش ما ثابت کردی من خود اعدام میکنم، ضرورت به این نیست.
اگر بچی ثابت هم بگویم هیچ گپی نیست، ولی ما گفتم میتونیم این کدام گپی غلط هم نیست. محمد ابن عبدالله خودی رسول الله نوشته کرد، شما بخاری را خواندید در خطی که در هرقل روان کرده بود چی نوشته کرده بود؟ من محمد ابن عبدالله. این گپی چیست؟ هیچ گپی نیست. آیا پیغمبر خونستم امام ابو حنیفه رحمه الله که ما بگویم که نه اگر ابن ثابت بگویم دیگه خلاص کافر شدیم؟ این گپ خراب هم نیست. خود سری هم از هم ما الحمدلله در حق از احترام قائل هستیم. احترام قلبی اینطور نیست که نعوذ بالله تنها در سر زبان باشه. چرا وا مجتهدین بود و امامای دین ما بود، بله خود تنها ما او را معصوم نمیدانیم، پیغمبر نمیدانیم که کل اقوالش ما مثل قرآن و حدیث واری قبول بکنیم. نه، پیش میکنیم ترازو برای قبولیت اقوال موجود است که کتاب الله و سنت رسول الله و خود امی توصیه را کرده. اموجا گفت نه این گپ خیلی یک آدم کلان زده، کپ برش زنگ زد. الحمدلله گفتم مولوی صاحب تو که میگی که مولوی صاحب اینطور گفته ایرا تو شنیدی؟ گفت بچا میگه. گفت نه خودت شنیدی یا نه؟ گفت بچا میگه. گفت ما خود سیدی های مولوی صاحب مکمل شنیدم، در اینجا من ندیدم که کس در مقابل ابن ثابت بچه ثابت گفته باشه. دیگهش چی میگه؟ دیگهش او روز در یک جای میمان بودیم که ما آمدیم اما مردکه خیست دیگه که هر چی کردیم دیگه ننشست. قبل از اینکه ما بیم با مولوی عبدالحسیب گفته بود که مولوی متوکل خو اخوانی ها را کافر گفته. ما عجیب است، ما گفتم کل گپای ما ثبت نشه. ما تا اندازه که همون کسایی که کفرش اینمی طور گروپ واری روشن است دموام احتیاط میکنیم در قالب چی؟ اوصاف کفری از واره بیان میکنیم، در قالب نام نه، در قالب چی؟ قانون و اوصاف بیان میکنیم. چی جای ازی که ما صراحتا اخوان المسلمین واره چیستا گروپ و طایفه را که همیشه مبارزه کرده علیه باطل ما واره کافر بگویم. شکی در این است که اخوان المسلمین خیلی مبارزه طولانی داره برای روشن ساختن بیدار ساختن جوانی که در مملکت مصر واره که در او زمان فقط عیاشی و فحاشی در حدش بوده یا مبارزه کرده، مثل سید قطب رحمه الله، محمد قطب. سیسته که در بعضی مسائل و در عقیدهش یک چیزی ملاحظات وجود داره، در این شکی نیست و هر کس که سرش ملاحظه موجود باشه و علما قولش نقل میکنه در کتابش موجود باشه قابل چی است؟ انتقاد است، قابل رد است. به خاطر ازی که مردم خیلی فرفتی از اون نشوه که همه خوشگوتر از اون بپذیره. ما گفتیم که معصوم غیر از پیغمبر دیگه کس نیست، اما به طور کلی و جماعت این گپا قطعا نمیشه. بله در یک خطبه ما یک شکایت کرده بودم، شکایتی طور کرده بودم به این خاطر که ما گفتم سلفیت گروه و طایفه و حزب نیست. چرا که وقتی مسئله در حزب رسید یکی از جمله راه های شرک اینمی است. چرا؟ هر چیزی که در گروپیت بود قابل قبول است که نبود هیچ اعتبار نداره. در سوریه مردمان با کدام قسم اذیت‌ها مبتلا شدن، سختی ها را دیدن، به میلیون ها نفر شهید شد. اما ما در افغانستان و کابل یک کسی را ندیدیم که جنازه غایبانه میکرد یا تظاهرات میکرد به خاطر دفاع از حقوق مردم سوریه. خیر آیا ما گفتم که کسی که در مصر تظاهرات میکنه کشته میشه، خون مصری و سوری یک آدم مسلمان سوری چی فرقی داره؟ از یا رنگ داره از وا نداره. خو لیکن تنظیم بازی آدم هم میکشانه بین میگم که اگر کسی در تنظیمت بود او مسلمان است، درد از او درد توست، غم از او غم توست، محبت از او محبت توست. که در تنظیم تو نبود ولو که بسیار مسلمانی قوی باشه هیچ اهمیتی نداره. جنازه های کسایی خوانده میشه که تو هیچ نمیشناسی، اما جنازه های اون مردمی که واقعا مبارزه کرده از او خوانده نمیشه. این علتش چیسته؟ من براتون عالی هم میگم، شما در مجلس من نشسته شاید در هر حزب و گروه منتسب باشه، منتمی باشه، نسبت خود بده. خب من براتون میگم که در احزاب و گروه بازی یکی از نقطه های چی هسته بگوی؟ یکی از نقطه های است که انسان قریب در شرک مبتلا میکنه. بالکل. چرا که حزب قدر برات محبوب میشه که امر حزب در نظر میگیری اسلام باز پیش دیگه اعتبار نداره، زیر پای کو و برو. ما از همون خاطر بارها اعلان کردیم که سلفیت اگر کسی را گروه جور میکنه ما داشت نیستیم، قطعا نیستیم. سلفیت این مفهوم داره کسی که در منهج سلفی ما، صدر اسلامی ما روان است، ولو که نامی تو سلفی نباشه، ولو هیچ از هر جایی که هستی خودمی را روان هستی، بالکل اینی سلفی است، گروپ نیست. ما گروپ بازی را به می خاطر خوش نداریم که سبب اینمی تفکیک میشه. فرق در بین جنگ سوریه و تظاهرات مصر میشه. عجیب است، تظاهرات مصر بنابر قبول کردن دموکراسی است.
و کسی که دموکراسی را قبول میکنه به می مفهومی که فعلا یا اعلان داره، هر کس دموکراسی را قبول کنه و ایره نعوذ بالله بگوید که بله این نظام برای تقویت بشر است، برای امنیت است، برای رشد است، نعوذ بالله در مقابل قرآن کافر میشه. ما این گپ میزنیم، حالی هم میگیم، آینده هم میگیم، هر وقت میگیم که غیر از قانون الله، این آیت میه قانون گذار کیست؟ الله متعال است. حلال کننده حرام کننده الله متعال است. اگر هر کس باشه، از همون خاطر توصیه ما به خاطر دلسوزی ما برای جواناست که گروپ ها و گروه ها زیاد پیدا شده به انواع مختلف، چون یا معلوماتی کافی از دین نداره، ظاهر زیبایش مسلمان معلوم میشه، خب گپای چرب و نرمی اسلام میزنه، باز بعد از اوی چیز نیست. اگر سلفی هم همینطور باشه که در ظاهر گپای چرب بزنه، در عمل چیز دیده نمیشه، او هم دشمنیم است. ما بارها اینجا نگفتیم که تنها رفع الیدین سبب سلفیت نیست؟ ما میگم ما یقینا اگر میخوایم در منهج سلف بریم، به تمام معنا باید ما چیسته امو اموری که سلف عملی میکرد امو در ما دیده شود. اینمی گپی ماسته. تاسف است، لیکن یا تهمت بسته کردن میگی ما که داخل شدم برادر خست، حالی هر چی که میکنیم بشی به خاطر شیشته نمیتونست که حتما این گپ شور میخور که مولوی توی گپ گفتی او گفته که دسیریسته و یا گفته که موسیقی را بیار. عجیب است. این مشکلات است. خو لیکن کسانی که به طلب حق نمیه و از درسا گاهی هم استفاده کرده نمیتونه، این فیصله قرآن کریم است. از همون خاطر یکی از جمله راههایی که ما کامیاب میشیم در یک درس این میسته که به درک و فهم انسان بشینه، به خاطر طلب حق بشینه، باز او درس خیلی مفید است. الله متعال چقدر زیبا بیان میکنه. و منهم ما یستمعون الیک، بعضی از یا کسایی است که برای تو گوش میگیره، گپای شیرین جاذب، گپایی که مکمل نمایندگی حق میکنه، صداقت میکنه، راستی را میکنه، از تو میشنوه. لایق است که گپا سخت تاثیر یا انقلاب در وجودی از یا پیدا میکرد، از مجلس میخست، تمام کارکردگی هایی که خلاف دعوت تو کرده بود از کلش توبه‌گار میشد، اعتراف میکرد که بله ما خطا شدیم. مثل که بسیاری صحابه کرام همینطور بود. عمر رضی الله عنه نبود، با قصد قتل چی رفته بود؟ او شخصی که مسلمان شده بود، لیکن انقلاب دایش میایه پس خودش مسلمان میشه. یه بیایه کسی که حق یک دفعه بشنوه تسلیم به حق میشه. در مجلس های ما اینطور کسی هم برای ما قصه کرده که مولوی صاحب ما آمدم فقط به قصد کشتن تو تحریک شده بودم، از یک طرف پر شده بودم، آمدم یک دفعه در دلم گشت که تو بیا یک مجلس از این را خوب بشنوم، باز بعد از او از بین میبرم شه. گفت زمانی که آمدم در ترجمه قرآن شیشتم پس خسته نمیتونستم، عرق شدم و بعد از او گفتم که یا الله اگر من این را قتل میکردم آیا من جنت میدیدم؟ این خود کتاب الله را بیان میکنه. بعد از او رفتم همون نفری که مرا تحریک کرده بود گفتم که تو را ماندنی نیست. مردکه گفت فرار کرد از پیشم، خلاص شد، وگرنه او را نمیماندم. راستی چرا؟ به خاطری که مرا وادار به این گپ کرده بود. خب این طور آدم است. الله متعال تسلی میده پیغمبر علیه السلام، ولی درس عظیم برای ماست. انسان وقتی سخن حق از هر کس میشنوه، سخن شنیدن اینطور نیست که بشنوی بپذیری، تأمل کو برش، تفکر کو دیش، خب بی ارزیابی کو که این کلام چقدر وزن داره، چقدر راستی دیش وجود داره، چقدر نیرنگ دیش وجود داره، چقدر دسیسه دی موجود است. کل زیر آدم باید چی بکنه؟ بگوی ارزیابی بکنه، تحلیل کنه. اینطور نیست. افانت تسمع الصم، آیا تو شنونده میتونی کره؟ الله متعال تشبیه امی منافقین و کفار و مثل کرا داده. چی کر خو شنیدن نمیتونه، گپه هر چی تو خوری میکنی. اما کفار خو گوش داره، چون که از امی گوش خود استفاده صحیح برای شنیدن نمیکنه، به مثل کرا است. از همون خاطر الله متعال در قرآن کریم تشبیه مردمای عنادی و ضدی را به امرای کرا و کورا داده. از اون خاطر الله پیغمبر میگه افانت تسمع الصم، آیا تو شنونده میتونی کره؟ ولو کانوا لا یعقلون، بله کر کی باشه خو لیکن تأمل و فکر داشته باشه باز خوب است. با ذریعه آله یا به ذریعه خیلی آواز بلند کردن شاید برش بشنوانی، لیکن کسی که هیچ تفکر نداره، تعقل نداره، گپ بشنوه هیچ لا بالی، حالی از او چیزی فایده گرفته میتونه؟ قطعا نمیتونه. مردم ضدی و عنادی نمیره کم است و از گپا قطعا استفاده کرده نمیتونه. و منهم من ینظر الیک، بعضی از یا کسایی است که بری تو لق لق سعی میکنه، بله نظر کردن،
حقانیت تو را، صداقت تو را به چشم سر مشاهده میکنه، اعمال زندگی تو را، شفقت و دلسوزی تو را که چی تغییراتی در این منطقه آورده ای و چی کارا کرده رویستی این را میبینه، اما لیکن از این درس نمیگیره. افا انت تهدی العمی، آیا تو هدایت کرده میتونی آدمی کوره؟ امو طور کور خو آدم که دلش بینا باشه برش میگی که قاری صاحب دمی روی دینا سنگ میا، دمی روی چقوری میا، او احتیاط پای خدا میمانه. اما کسی که بصیرت دلم نداشته باشه ایره تو راه نشان داده میتونی. افا انت تهدی العمی، آیا کسی را تو هدایت کرده میتونی کورا را ولو کانوا لا یبصرون، اگرچه یا نمیبینن، یعنی بصیرت قلبی نداره که در قلب هوشیار باشه، او طور مردم ها را توش روانده نمیتونی. مردم های عنادی و ضدی همی رقم است. پس زمانی که یا نپذیرفتن خفه نشوی، نگویی که دعوت ما تاثیر نداره، نه، دعوت تی تاثیر داره، جانب مقابل قابلیت خود از دست داده. آن نقطه که سبب تاثیر بالای از او میشد دوا موجود نبوده، از همون خاطر تو خفه نشوی. ما و شما هم همینطور هستیم. بس اوقات انسان چی میشه؟ بسیار مایوس میشه. دعوت داده، تبلیغ کرده هیچ جور نمیشه. خصوصا برادر و خواهرایی که در خانه های خود زیاد دعوت میده، در حالتی میرسه که بالکل مایوس میشه که این پدر مادر قبول نمیکنه. این به خاطر قبول نمیکنه که همون قابلیت هوا نداره. تا که ذهنشان برابر شود، تا که نشده تو را رد میکنه، نمیپذیره. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خو الله چرا بصیرت برش نمیده؟ چرا می قابلیت برش نمیده؟ داده برش، لیکن یا این قابلیت از دست داده. چرا پردای ضد، موانع ضد و عناد آمده، مانع امو قبولیت شده، نمیگذاره که امی سخن حق دمو پرده های قلب برسه. اینمی پرده های عناد مانع شده که گپا نفوذ بکنه در قلب یا در گوش داخل شوه. الله ظلم نمیکنه کسی را همونطور که کسی را جبران که اینی باید حق نشنوه. ان الله لا یظلم الناس، الله ظلم نمیکنه بالای مردم شیئا، هیچ چیزی را ولکن الناس، لیکن مردم از انفسهم که بالای نفسای خود یظلمون، ظلم میکنه. الله برش گوش داده، چشم داده برای شنیدن حق، دیدن حق، تفکر حق، قلب داده برش، اما یا اینمی وسایل غلط استعمال کردن. بجای از اینکه برون ببینن بشنون گپا را، یا نعوذ بالله از ابتدا در ضد هستند. لااقل انسان که یک سخن بشنوه زود تکده در صدد نفی همون سخن نشو. چرا؟ معلومات نداری دی مورد. لااقل یک پرسان خوب بکو. مشکل ما که امروز پیداست در مساجد همیسته، ریش سفیدای ما بیچاره کلمه خود ترجمه نمیتونه، اما در مقابل رفع الیدین قیام میکنه. لااقل همی قدر خو میگفت که تو باش دمی موضوع ما معلومات ندارم، نشوه که ما در گناه واقع نشم، امیر یک تحقیق کنم، یک معلومات کنم، اما یا به اینمی اکتفا نمیکنن. صحیح، اینی مشکل است. قرآن درس بر ما میده. اگر ما اینی را مبارزه منطقی میگه، اینی را مبارزه آرام نرم میگه، یک گپ شنیدی از کسی تحلیل کوشه، وزن کوشه، پیش کوشه، سنجش کوشه، چقدر جوانبی غلط داره، جوانبی مثبت داره، منفی داره، کلش تحلیل کو و بعد از او باز مورد قبولیت قرار بگیره. و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا، بله در این دنیا چرا علت چیسته که مردم قدر ضد داره، عناد داره؟ علت ایسته یک تعداد مردم دین گریز می باشه، زمان دین قبول نداره. چرا دین قبول نداره؟ دین مانع حصول خواهشاتشان است. کدام برنامه هایی که یاد دارن، دین از او برنامه ها را سری از یا بند می سازه. کسی که سود می خوره، دین او را به سود اعلان بکنه که جنگ با الله و رسول است. کسی که شراب خوش داره، کسی زنا را خوش داره، کسی عیاشی و فحاشی را خوش داره. این مردم ها نمیخواه که در زیر چوکات دین بیایه، به خاطر که دین مانع از یا میگرده. از همون خاطر است در صدد عزیز که در ابطال دین زحمت بکشه، هیاهوی شروع کنه، این گپا را بکنه. خب بله، این دنیا چند لحظه لذت دنیا یارا محکوم کرده، خبر نداره که آخرت چی گپ است. باز بعد از او میدانن که سختی آخرت خیلی زیاد بود یا سختی دنیا. و یوم یحشرهم، در روزی که جمع کنه الله متعال همه از یاره که لم یلبسوا، تو گویی که درنگ تیر نکده، الا ساعتا من النهار، مگر یک ساعت از روزه. زندگی دنیا در مقابل آخرت یک ساعتی روز است. چرا؟ او خود دائمی است، او خود خیلی زیاد کشال است. دنیا چیست؟ یک یا ایست که لذات دنیا چون که هیچ چیزی دیگری نداشت، مثل یک ساعت واری سر انسان تیر شده باشه. ما بارها براتون گفتیم که عمر سابقی خود یک دفعه در ذهن بیاری.
و ببینی که چی کردیم در دنیا. چون امی سرمایه هایی که الله برات داده بود تو از پیش استفاده نکردی، الله از پیش سوال میکنه. در مورد دستت سوال میکنه، گوشت سوال میکنه، چشمت سوال میکنه، زبانت سوال میکنه، هر عضو اندامت الله به الله جواب میده. الله از پیش سوال میکنه چی کردی، چی به دست آوردی. یتعارفون بینهم، شناسایی میکنن یکی دیگه خود در بین خودشان. اونجا در آیت دیگه میگه که یا یکی دیگه را باز شناخته نمیتونه، اینجا میگه که شناسایی میکنه. این صرف برای ملامت کردن است. فقط امی قدر شناسایی حاصل میشه که یکی دیگه خدا ملامت کنه. تو بودی که مرا کشاندی، تو پیرسای بودی. او میگه که تو مرید بودی که مرا فرعون جور کردی. اگر تو دستی مرا بوسه نمیکردی من کی فرعون جور میشدم؟ خود تو آمدی یکی دیگه خدا ملامت کرده رایی بباشم. صرف به خاطر تعارف است. یا است که نمی شناسایی در بعضی حالات است، همیشه نیست، زودگذر است. یک مرتبه یا شناسایی میکنن بعد از او گم میشه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، الله متعال اعلان میکنه تاوانی کدام طایفه است. یقینا تاوانی شده الذين، کسانی که کذبوا بلقاء الله، نسبت دروغ کردن ملاقات الله را، بازخواست الله را. این مردم خیلی تاوانی شده. چرا؟ وقتی عقیده به ملاقات الله داشته باشی قدمی تا غلط نمیگذاری، اوامر الله را متوجه استی، هیچگاه از پیش ترک نمیشه، بلکه در صدد و کوشش ازیستی که زاید از فرایض باید انجام بدم. بندگان اینه که الله بر علاوه که آنچه واجبات الله است او را بگذار، بلکه در میدان استحباب و میدان نوافل قدمی بالا داره. چرا؟ به خاطر که یقین داره که در روز آخرت این چیز به درد ما میخوره.